دوستان سلام. تو این فیلم میخوام انواع صورت حساب هایی که در سامانه مؤدیان مالیاتی تعریف شده رو خدمتتون توضیح بدم و تفاوتی که در بین اونها وجود داره رو هم براتون با مثال نشون بدم. اولین موردی که وجود داره صورت حساب نوع اوله که در اون شما باید مشخصات خریدارتون رو به طور کامل وارد بکنید. اطلاعاتی از جمله نام خریدار، کد اقتصادی خریدار جزء مواردیه که حتما باید توی این صورت حساب ها ثبت بشه و بقیه اطلاعات مثل آدرس، تلفن و مشخصات دیگه‌ای که از خریدار دارید هم میتونه جزء مواردی باشه که شما اطلاعاتش رو در صورت حساب نوع اول ثبت میکنید. این نوع صورت حساب مختص فروش یا ارائه خدمت به مؤدیان مالیاتیه، یعنی اگر طرف مقابل شما مؤدی مالیاتی باشه باید از این نوع صورت حساب استفاده کنید. حالا مؤدی مالیاتی میتونه شخص حقیقی باشه یا شخص حقوقی. بنابراین مشخص شد که صورت حساب نوع اول بابت چه اشخاصی باید صادر بشه. اما صورت حساب نوع دوم زمانی استفاده میشه که خریدار کالا یا دریافت کننده خدمات شما مصرف کننده نهایی باشه. مصرف کننده نهایی به شخص حقیقی گفته میشه که کالا یا خدمات رو برای استفاده شخصی تهیه میکنه. دقت کنید عرض کردم شخص حقیقی، بنابراین هیچ شرکتی نمیتونه در جایگاه مصرف کننده نهایی قرار بگیره و در تعریفی هم که عرض کردم خدمتتون دقت کنید که در تعریفی که خدمتتون عرض کردم عنوان شد که شخص حقیقی هست مصرف کننده نهایی و بنابراین هیچ شخص حقوقی نمیتونه به عنوان مصرف کننده نهایی شناسایی بشه. و یه نکته دیگه هم در این تعریف وجود داره، اینه که عنوان میکنه مصرف کننده نهایی کالا یا خدمات رو برای مصرف شخصی خودش تهیه میکنه و از اون برای ارائه به دیگران استفاده نمیکنه. همونطور که میدونید شرکت‌ها یا اشخاص خدمات یا کالاها رو دریافت میکنن بابت فعالیت تجاریتون. همونطور که میدونید بنابراین نوع دوم صورت حساب هم مشخص شد. اما نوع سوم صورت حساب رسیدهایی هستش که از طریق دستگاه کارتخوان یا درگاه الکترونیکی که سازمان امور مالیاتی اونها رو به عنوان پایانه‌های فروشگاهی شناسایی میکنه صادر میشه و مستقیما به سامانه مؤدیان مالیاتی اطلاعات اون ارسال میشه. توی این فیلم ما صورت حساب نوع اول و نوع دوم رو صادر میکنیم و به سامانه مؤدیان ارسال میکنیم ببینیم چه اتفاقی در سامانه مؤدیان مالیاتی میافته. برای اینکه من صورت حساب نوع اول صادر کنم باید مشخصات اشخاص رو به صورت کامل یا حداقل کد اقتصادی و نکات برای اینکه من بتونم صورت حساب نوع اول صادر کنم باید مشخصات طرف مقابلم رو تعریف کنم. برای انجام این کار دکمه افزودن رو میزنم، اسم مؤسسه مثلا مؤسسه حساب آموز هست، اینجا وارد میکنم، شناسه ملی مؤسسه رو وارد میکنم و کد اقتصادی. اطلاعاتی که تو این قسمت وارد میکنم رو میتونم از طریق استعلام آنلاین اطلاعات که توی این نرم افزار ما دیده شده انتخاب کنم و مطمئن بشم که بله وضعیت فعالی داره این مؤدی و اسمش هم به همین شکل اینجا نمایش داده میشه. میگم میخوام همین اطلاعات رو جایگزین کنی، اینها ثبت میشه و من ذخیره رو میزنم. البته میتونم بقیه اطلاعات رو هم تکمیل کنم اما این اطلاعات دیگه اجباری نیست و الزامی به ارسال اونها به سامانه مؤدیان وجود نداره. نوعش رو هم حقوقی انتخاب میکنم و نهایتا دکمه ذخیره رو میزنم. همینطور که میبینید تو این قسمت اسم این شخص وارد شد. اما اگر من بخوام بابت یه شخص متفرقه یا مصرف کننده نهایی صورت حساب صادر کنم بدون وارد کردن اطلاعات باید این شخص رو تو این قسمت تعریف کنم که توی نرم افزار واسط حساب آموز که همین نرم افزاریه که ما اون رو عرضه میکنیم یه مشتری متفرقه به صورت پیش‌فرض وجود داره که شما میتونید از اون برای صدور صورت حساب نوع دوم استفاده کنید. با تعریف این اشخاص من دوباره وارد قسمت صدور صورت حساب میشم که میتونم به دو روش فاکتور صادر کنم. یکی با استفاده از قسمتی که اینجا وجود داره به نام فاکتور جدید و یا توی قسمت فاکتورها با انتخاب گزینه افزودن که این بالا قرار داره این رو کلیک میکنم، یه فرم فاکتور برای من باز میشه.
اینجا کافیه من مشخصات خریدار رو انتخاب بکنم و تاریخ صورت حساب و کالای و خدماتی که از من دریافت کرده رو توی بدنه فاکتور وارد کنم. تو این قسمت مثلا مؤسسه مؤسسه آموزشی و خدمات حسابداری حساب آموز رو انتخاب میکنم، نوع صورت حساب رو نوع اول وارد میکنم و تاریخ اون رو هم دستکاری نمی کنم. برای همین تاریخ و زمان صورت حساب من ارسال بشه، سریال به صورت خودکار ایجاد میشه و توی قسمت بعدی من کالا یا خدماتی که عرضه کردم رو میتونم توی این قسمت وارد کنم. این رو انتخاب میکنم، مبلغ رو وارد میکنم، مثلا 100 میلیون ریال یا 10 میلیون ریال شد. تو این قسمت کالای و خدماتی که عرضه کردم رو انتخاب میکنم، مثلا همین کالای اول، تعداد رو انتخاب میکنم و توی قسمت مبلغ اون کالا رو وارد میکنم. خود نرم افزار محاسبات رو برای من انجام میده. در خصوص صورت حساب‌های نوع اول دقت کنید که شما میتونید این صورت حساب‌ها رو به صورت نقد و نسیه و یا کاملا نسیه صادره و به سامانه معدیان مالیاتی ارسال کنید. همینطور که میبینید من زمانی که اطلاعات کالا یا خدماتم رو اینجا وارد میکنم، خود نرم افزار تو این قسمت مقدار نقد یا نسیه رو نشون میده که اگر من این صورت حساب رو به سامانه معدیان مالیاتی ارسال کنم، اون رو به صورت نسیه در نظر میگیره و تا زمانی که مبلغی بابت این صورت حساب دریافت نشده باشه، ارزش افزوده بابت اون نباید پرداخت بکنم. من برای اینکه مثالمون یه مقدار واقعی تر باشه، توی قسمت پرداخت‌های صورت حساب میگم آقا از این مبلغی که اینجا ثبت شده، مثلا من چه مبلغی رو دریافت کردم؟ 5 میلیون ریال اون رو دریافت کردم. بعد از وارد کردن این عدد اینجا میبینید که جمع کل دریافت نقدی 5 میلیون ریال ثبت میشه و مانده فاکتور که نسیه هست 6 میلیون ریال. ذخیره و جدید رو میزنم تا یه صورت حساب نوع دوم هم صادر کنم و بعد اینها رو به سامانه معدیان مالیاتی ارسال کنم. فرم ورود اطلاعات جدید اینجا باز میشه. من مشتری متفرقه رو انتخاب میکنم، نوع رو نوع دوم میزنم و دیگه کاری با تاریخ و سریال ندارم. کالایی که به این شخص فروختم مثلا همین کالا هست با همین تعداد و قیمت رو حالا تغییر میدم و نهایتا محاسبات اینجا انجام میشه. فرض میکنیم که این صورت حساب به صورت کاملا نسیه ارسال شده. نکته‌ای که در خصوص صورت حساب‌های نوع دوم وجود داره اینه که صورت حساب‌های نوع دوم از نظر سامانه معدیان مالیاتی به صورت نقدی محسوب میشن. یعنی اگر شما صورت حساب نوع دوم صادر کنید، سامانه معدیان اون رو به صورت تصفیه شده در نظر میگیره، چون طرف خریدارتون مشخص نیست و برای سامانه معدیان هم قابل اثبات نیست که آیا وجهی بابت این صورت حساب دریافت کردید یا نه. این رو به صورت نقدی براتون در نظر میگیره. حتی اگر شما هیچ مبلغی بابت اون صورت حساب از اون صورت حساب رو دریافت نکرده باشید. من صورت حساب نوع دومی که اینجا صادر کردیم رو بدون ثبت پرداخت ذخیره میکنم و به سامانه معدیان هر دو صورت حساب رو ارسال میکنم. ببینیم چه اتفاقی توی سامانه معدیان بابت این صورت حساب ها میفته. ذخیره و برگشت رو میزنم. همینطور که میبینید توی قسمت فاکتورهای ارسال نشده من 2 تا صورت حساب اومد. همین صورت حسابایی که صادر کردم، یکیش نوع اول هست و یکی هم نوع دوم، نوعش فروش نوع اصلی، تاریخ‌هاش و نام خریدار و بقیه اطلاعات در ادامه بقیه اطلاعات هم در ادامه نمایش داده میشه که نوعش نقد و نسیه برای که نوع صورت حساب اول نقد هستش، نوع صورت حساب دوم نقد و نسیه هست. همینطور که میبینید توی نرم افزار ما هم زمانی که صورت حساب به صورت نوع دوم صادر میشه، نوع اون رو نقد نمایش میده. برای ارسال این اطلاعات به سامانه معدیان کافیه من اینها رو انتخاب کنم، ارسال سامانه معدیان رو بزنم و منتظر باشم که پیام داده بشه که اطلاعات به سامانه ارسال شد.
بعد از ارسال این صورت حساب ها توی فاکتورهای ارسال شده و استعلام نشده میشینه که کافیه من اونها رو انتخاب کنم و دکمه استعلام رو بزنم و منتظر باشم که نتیجه بررسی سامانه اینجا اعلام بشه. اینجا اعلام کرد که یک صورت حساب استعلام موفق داشته و یک صورت حساب استعلام خطادار داشته. اون صورت حساب موفق میاد توی قسمت فاکتورهای موفق ثبت شده در کارپوشه میشینه که با همدیگه توی سامانه میریم اون رو بررسی میکنیم. اما فاکتور دارای خطا ببینیم چه ایرادی داشته که تایید نشد. گفته خریدار و فروشنده صورت حساب باید متفاوت باشند. خریدار و فروشنده صورت حساب باید متفاوت باشند. درسته. من چون دارم به صورت آزمایشی با نرم افزار مؤسسه حساب آموز این کار رو انجام میدم، الان این رو ازم خطا گرفت که من اصلاح میکنم و اسم خریدار رو عوض میکنم. اینجا اسمش رو میذارم مثلا این شرکت و ذخیره و برگشت رو میزنم. دوباره این صورت حساب رو به سامانه ارسال میکنم و مجددا استعلام میگیرم. این بار دیگه نباید مشکلی وجود داشته باشه و صورت حساب من باید تایید بشه. بله، صورت حساب تایید شد و توی سامانه معدیان نشست که تو این قسمت میتونم دوباره اون صورت حسابایی که ارسال شده رو ببینم. این دوتا صورت حساب بود. حالا بریم با هم ببینیم توی سامانه معدیان چه اتفاقی افتاده و به چه ترتیب این صورت حساب ها ثبت شدن. برای انجام این کار کافیه وارد کارپوشه بشم. توی کارپوشه قسمت فروش داخلی رو انتخاب بکنم. به صورت پیش‌فرض سامانه آخرین دوره رو به من نشون میده که همین بهار 1405 و تو این قسمت هم دو تا صورت حساب دقیقاً با شماره هایی که نرم افزار ایجاد کرد میبینم، یعنی همین دوتا با مبالغ مختلفی که وارد شد. اطلاعاتی که توی این نرم افزارها وجود داره رو میبینم که در انتظار بررسی هستن و عدم نیاز به واکنش خورده هر دو صورت حساب. برای بررسی من برای بررسی اینکه توی سامانه چه اتفاقی افتاده وارد کارپوشه میشم. توی قسمت صورت حساب ها گزینه فروش داخلی رو انتخاب میکنم. خود سیستم به صورت پیش‌فرض بهار 1405 رو اینجا اعلام کرده. کافیه من روی این قسمت کلیک کنم و برای کنترل اینکه برای اینکه ببینم توی سامانه چه اتفاقی برای اینکه بدونم توی سامانه چه موردی پیش اومده وارد پیشخوان میشم و از قسمت صورت حساب ها فروش داخلی اقدام میکنم. برای بررسی اتفاقی که تو سامانه معدیان افتاده برای بررسی اتفاقی که توی کارپوشه افتاده، برای بررسی این دوتا صورت حسابی که به سامانه ارسال کردیم توی کارپوشه وارد میشم و از قسمت صورت حساب ها فروش داخلی رو انتخاب میکنم. همینطور که میبینید تو این قسمت دوتا فاکتور طبق همون مبالغی که من به سامانه فرستادم نمایش داده میشه که اگر بخوام توی نرم افزارم دوباره اینها رو ببینم کافیه به قسمت صورت حساب های موفق ارسال شده مراجعه کنم. همینطور که میبینید ارقام آخر این صورت حساب E90 و اون یکی E85 که توی نرم افزار ما هم دقیقاً با همین شماره این اطلاعات وجود داره. E90 و E85 با مبالغ 10 میلیون ریال و 2,500,000 ریال که ارزش افزوده اونها هم اینجا اضافه شده 11 میلیون و 2,750,000 و در سامانه هم دقیقاً به همین شکل وجود داره. نکته‌ای که در خصوص این صورت حساب ها وجود داره اینه که برای صورت حساب نوع اول وضعیت اون در انتظار واکنش نمایش داده شده، اما برای صورت حساب نوع دوم که همون صورت حسابی بود که برای مصرف کننده نهایی صادر کردیم عدم نیاز به واکنش خورده. برای اینکه ببینیم چه جزئیاتی ثبت شده کافیه جزئیات رو اینجا بزنیم و وارد بدنه صورت حساب بشیم. توی قسمت بالا مشخصات صورت حساب نمایش داده شده، چه شماره مالیاتی داره، تاریخ و زمان صدورش چیه، نوعش چیه،
الگوی صورت حساب، موضوع صورت حساب و همینطور سریال صورت حساب به چه ترتیب هستش. در قسمت پایین نام فروشنده که مؤسسه حساب آموز هست نمایش داده میشه، شماره اقتصادی و بقیه اطلاعاتش رو میبینیم. در قسمت خریدار هم مشخصات خریدار نمایش داده میشه که شامل شماره اقتصادی، شناسه هویتی و آدرس هستش. همونطور که این اطلاعات رو سیستم از سامانه ثبت نام کد اقتصادی فراخوانی میکنه و من اگر توی نرم افزارم فقط و فقط این کد رو هم وارد کرده باشم، یعنی شماره اقتصادی رو وارد کرده باشم، خود نرم افزار اطلاعات رو فراخوانی میکنه. قسمت بعدی که مهمه قسمت اقلام صورت حسابه که اینجا شناسه کالای خدمتی که من تعریف کردم نمایش داده شده، شرح کالا، واحد اندازه‌گیری، تعداد، مبلغ و بقیه اطلاعات رو اینجا ما میتونیم ببینیم. شما اگر نیاز داشته باشید اطلاعات رو اینجا سفارشی سازی کنید، کافیه از قسمت نمایش ستون‌ها اون مواردی که مد نظرتون هست رو فعال کنید. الان مواردی که به صورت سبز رنگ هست جزء اقلام فعال توی نمایش اطلاعات. مثلا اگر من بخوام مبلغ سایر مالیات و عوارض هم نمایش داده بشه، کافیه این رو مثلا من اگه بخوام مبلغ سایر مالیات و عوارض هم توی این ستون‌ها اضافه بشه، کافیه اون گزینه رو انتخاب کنم. همینطور که می‌بینید تو این قسمت اون گزینه هم اضافه شد. یا مثلا اگر بخوام شماره مالیاتی صورت حساب عرضه کننده اصلی هم اضافه بشه، به این شکل میتونم اون رو انتخاب کنم که اگر همچین چیزی باشه اینجا اضافه بشه. در قسمت پایین هم اطلاعات پرداخت وجود داره که اگر دقت کنید روش تسویه هم دقیقاً به صورت نقد و نسیه، یعنی طبق همون چیزی که تو نرم افزار وجود داشت صادر شده و ثبت شده. مبلغ نسیه 6 میلیون ریال، مجموع سهم مالیات بر ارزش افزوده 1 میلیون ریال، مبلغ پرداختی نقدی 4 میلیون ریال و به همین ترتیب بقیه محاسبات رو اینجا میبینید که البته سامانه توی محاسبه مبلغ مانده و اینا یه روش خاصی داره که من وارد اون بحث فعلا نمیشم. توی این قسمت هم که جدول پرداخت هستش، اطلاعات پرداختی که من ثبت کردم نمایش داده شده که جزئیاتش رو میتونم با کلیک روی این قسمت ببینم. نکته‌ای که وجود داره، اگر شما زمانی که دارید صورت حساب رو صادر میکنید بابت اون دریافتی خاصی داشته باشید، میتونید قبل از صدور صورت حساب توی نرم افزار اون رو وارد کنید و به سامانه ارسال کنید. در تاریخی که این فیلم رو دارم ضبط میکنم، بعد از ارسال اطلاعات به سامانه مؤدیان دیگه امکان ارسال اطلاعات دریافت و پرداخت از طریق نرم افزار وجود نداره و اگر خریدی وجود داشته باشه که شما بعد از ارسال صورت حساب نیاز به ثبت اون داشته باشید، باید از قسمت ثبت پرداخت اقدام بکنید. و در قسمت پایین هم مجموع مبلغ مالیات بر ارزش افزوده نمایش داده شده و نهایتاً در قسمت اطلاعات تکمیلی هم مشخصات صورت حساب از نظر وضعیت که در انتظار واکنش است، تاریخ درج در کارپوشه و روزهای باقی مانده برای واکنش خریدار، که چون شما فروشنده هستید بابت این صورت حساب فقط و فقط خریدار میتونه اقدام بکنه. یه دکمه اینجا وجود داره، نمایش صحیح صورت حساب، که اگر دقت بکنید اینجا کالایی که تعریف شده توی قسمت مربوط به کالاها، شناسه کالا یا خدمت کالای ایران خودرو 3 خورده که به صورت تستیه. زمانی که من این گزینه پایین رو فعال بکنم، عنوان واقعی این کالا توی سامانه مالیاتی نمایش داده میشه که پمپ شیشه شویی هستش. اگر شما صورت حسابی دارید که اون رو میخواید بررسی کنید، دقت بکنید که یک بار حداقل این گزینه رو فعال کنید، ببینید آیا کالای یا خدمتی که اینجا برای شما تعریف شده با این چیزی که واقعا توی سامانه مؤدیان وجود داره آیا همگروه هست و همخونی داره. یه وقت شما مثلا پمپ شیشه شویی نخریده باشید، براتون مواد خوراکی اینجا ثبت شده باشه. این نکته رو حتما دقت بکنید. در انتها هم اگر صورت حساب ارجاعی یعنی ابطالی، اصلاحی و برگشت از فروش وجود داشته باشه، با کلیک روی این قسمت میتونید اون صورت حساب رو ببینید.
در جایگاه خریدار اگه باشید این رد صورت حساب فعاله که اگر مشکلی صورت حسابتون داشته باشه میتونید با استفاده از این گزینه اون رو رد کنید و اگر هم صورت حساب رو تایید میکنید با استفاده از دکمه تایید صورت حساب این کار رو انجام بدید. دکمه انتقال هم بابت حالتیه که طرف مقابلتون شعبه داره و شما تو صورت حسابی که ارسال کردید شعبه رو انتقال و شما تو صورت حسابی که ارسال کردید شعبه طرف مقابلتون رو انتخاب کردید و اینجا میتونید دکمه انتقال رو بزنید. البته این دکمه انتقال هم در حالتیه که خریدارتون چند تا شعبه مختلف داره و شعبه رو به شما اعلام کرده، شما هم تو صورت حساب شعبه رو براش ثبت کردید. شخص خریدار میتونه با استفاده از این دکمه صورت حساب رو به اون شعبه مد نظرش منتقل کنه تا اونها بررسی لازم رو روی صورت حساب انجام بدن. دکمه PDF هم اینجا وجود داره و با استفاده از این میتونید صورت حساب رو چاپ بگیرید. این صورت حساب نوع اولی بود که ما به سامانه ارسال کردیم، اما بریم ببینیم بابت اون صورت حساب نوع دوم چه مواردی هست و چه اتفاقی افتاده. اولین تفاوت که عرض کردم صورت حساب نوع اول عدم نیاز به واکنشه. زمانی که توی جزئیات وارد میشیم دقیقاً مشخصات صورت حساب مشخصات فروشنده مثل همون حالت اول هستش، اما توی قسمت مشخصات خریدار چیزی رو نمیبینید چون صورت حساب نوع دومه و عملا خریدار مشخصاتی نداشته که توی سامانه مؤدیان وجود داشته باشه و به همین دلیل اینجا رو شما خالی میبینید. توی قسمت اقلام صورت حساب تفاوتی بین صورت حساب نوع اول و نوع دوم وجود نداره. اینجا هم روش تصفیه رو چون صورت حساب نوع دوم بوده نقدی در نظر اینجا هم روش تصفیه چون صورت حساب نوع دوم بوده به صورت نقدی ثبت شده. در قسمت‌های بعدی هم جدول پرداخت به صورت کامل ثبت شده با توجه به اینکه ما توی نرم افزارمون این موضوع رو نسیه زده بودیم، یعنی فاکتور. با توجه به اینکه دلیل اون هم اینه که چون صورت حساب نوع دومه، دقت کنید ما توی نرم افزارمون اومده بودیم گفته بودیم که از این فاکتور هیچ مبلغی رو دریافت نکردیم، اما به دلیل اینکه این صورت حساب نوع دومه اینجا پرداخت رو به صورت نقدی ثبت کرده. بقیه قسمت ها هم مشابه صورت حساب نوع اوله توی قسمت جمع کل که اطلاعات رو نمایش داده میشه، اما توی قسمت اطلاعات تکمیلی وضعیت صورت حساب همینطور که میبینید عدم نیاز به واکنش هستش. دیگه بقیه موارد و اطلاعات هم دقیقاً مطابق صورت حساب نوع اول هست. امیدوارم با توضیحاتی که عرض کردم خدمتتون تفاوت نوع صورت حساب رو به طور کامل متوجه شده باشید. موفق باشید.